آقا سلام. داداش خوبی؟ داداش این فیلم رو نگاه کن. این شمایی؟ چطور؟ شمایی؟ داداش چرا تشریف میاری داداش؟ یه حرفی باید داشتم. چیزی نیستش نه. ببین اون معتادی که میبینی تو آشغالی کلشو کرده تو آشغالی، دنبال نون شبش میگرده. خب دنبال روزیش میگرده. ضعیف کشی خوب نیستش. بنده خدا رو میاری الان تو این آشغال شما نگاه کن، چیزی برای من و شما نیستش که، ولی اون بدبخت روزش اینجا پیدا میکنه. نباید این کارو کنی. پسر خوب یه نفر انداختی تو آشغالی میگی که چی؟ ببینم بابا ببین یه بار دیگه مردم آزاری کنی، یه بار دیگه آزارت به کسی برسه، به حضرت عباس استخوناتو نرم میکنم. الان انداختم تو آشغالی خب پسر جون، ولی دفعه دیگه استخوناتو نرم میکنم. باشه بیا بالا اسکل پلاش. یه بار دیگه مردم آزاری کنی استخوناتو نرم میکنم. الانم خب قیافه تو به دوربین نشون بده مردم ببینن چه لاشی هستی پلش. تو خیابونا بودم با بی پولا بودم با خوبا بودم با اونا که خودشونو با کارت بیخارونن تو جوبا بودم